سلام دوستان، با یک توییتیوب دیگه در خدمتتون هستیم. با اولین توییتی که توی تایملاین اومده از چه دنبه نه دنبه. 1 بهمن سال 70-71 بود. پدرم صبح رفته بود نون بگیره. یه آقایی تو صف نونوایی ازش آدرس مسافرخونه رو پرسید. پدر پرسید از کجا میان. اونم گفت یک مینیبوس مسافر تبریزی هستن که از مشهد برمیگشتن، ولی مینیبوس خراب شده و بنده‌های خدا موندن تو برف و سرما اینا. پدر با اصرار و خواهش اون آقا و بقیه مسافرا که فامیل همم بودن رو آورد خونه. اون وقتا هم که موبایل نبود از قبل به مامان اطلاع بده. ما هنوز تو رخت خواب بودیم که کلی آدم غریبه اومدن توی خونه. مامان در جا تلفن زد به خانم همسایه‌مون که بیاد کمک. دور تا دور اتاق پذیرایی رو پتو لحاف گذاشتن تا چای دم میاد مهمونا گرم بشن. نهار رو که خوردن خواستن برن دنبال مسافرخونه، ولی پدر و همسایه قبول نکردن. مهمونا برای خواب بین خونه ما و خونه همسایه هم تقسیم شدن. شام مادر جون همه رو دعوت کرد. نهار فردا یکی دیگه از اقوام. به همین شکل مسافرهای تبریزی 5 روز مهمان ما بودن. خودشون هم ماه بودن. غذای خوشمزه میپختن. حرف زدنهاشون با مزه بود. قشنگ میرقصیدن. یعنی تا حد رقصیدن هم صمیمی شدن اونجا. خلاصه که خیلی خوش گذشت باهاشون و تا سالیان سال پدر و مادرم باشون در ارتباط بودن. اینو تعریف کردم که به بعضی از هموطنها که از رفتار شمالی‌ها با مسافرها گلایه دارن یادآوری کنم. عزیز دل، در حال حاضر این منطقه ظرفیت پذیرش این حجم انبوه از مسافر رو نداره. زیرساخت مناسب نیست، بودجه بهش تعلق نمیگیره، اینترنت و آنتنده‌ای افت میکنه، ترافیک شدید زندگی عادی رو مختل کرده. مردم بومی کلافه هستن، یه نون نمیتونن بخرن چون مسافر زیاده و سهمیه آرد نونوایی کفاف نمیده. قیمتا نه فقط برای مسافرا بلکه برای مردم محلی هم بالا میره. شهر و ساحل و جنگل پر از زباله میشه و مسئولین این منطقه به شدت بی مسئولیت هستن نسبت به این معضلات. شما خودتون رو بذارید جای مردم بومی و درک کنید که چقدر همه چیز پیچیده و مشکل میشه. حتی یه نون خریدن ساده برای پدر من دردسر شده، وگرنه ایشون همون انسان مهربون و مهمون نوازن. مراقب خودتون هم باشید. به نظر میاد ایشون خودشون شمالی هستن و داره در واقع این موضوعی که خیلی از مردمی که مسافر میرن شمال و اونجا با یک سری رفتارهای در واقع نامناسب با توریستا در واقع هم خودشون رفتار میکنن، هم اینکه خود مردم اونجا هم گاهن نسبت به این موضوع در واقع شاکی هستن و یه چالشیه براشون. حالا ببین بقیه چی میگن. شوایک یونانی گفته که دمت گرم بابت این جملات مستدل. خانواده ما هم بعد از زلزله منجیل 1 ماه میزبان یک خانواده لوشانی بودن ببخشید، که پدر بزرگشون همکار پدر بزرگم توی معدن بوده. خب اینم تعریف میکنه که هیچ مشکلی نداشتن اون موقع. پینات بادر میگه که قربون دهنت زن، داریم دیونه میشیم. فقط میخوام این تعطیلات کوفتی تموم بشه. باورت میشه از لاین کم سرعت اتوبان باید میپیچیدم تو فره، این مسافر با ماشینش خلاف شاخ به شاخ اومد تو مسیرمون. خب این خیلی ربط به این داستان نداره. هانا صدا میکنم. من این شهر توریستی زندگی کردم و میکنم. فصل توریست درست خرید و فروش تو شهر جاریه، ولی خب بخش دیگر شهر واقعا فلج میشه. خیلی‌ها با بچه تبدار از پشت پشت ترافیک میمونن، خیلی‌ها به خاطر جای پارک نداشتن آمبولانس از دست میره. خب اینم یکی از مشکلاته. دون مارلون گفته که بعضی آدما قضاوت کردن و مقایسه کردن راحت‌ترین کار براشون، اما تو شرایط قرار بگیرن ممکنه رفتار دیگه از خودشون نشون بدن. بعد مهندس خان محمد گفته که ببینید این که شرایط زندگی برای شمالی ها سخت میشه مخصوصا به خاطر فرهنگ غلط مسافرهای شمال درسته، اما شمالی ها میتونن به رفتار غلط اشاره کنن، نه اینکه به تمام مسافرات طعنه و کنایه بزنن و توهین کنن. خب بخشی از مشکلاتی که این خانم مطرح کردن در رابطه با مسافرها، خب بخشیش به خاطر هنجارهایی هستش که تو منطقه خیلی در واقع ضد هنجاره. چه میدونم تو بعضی از مناطق شمال مسافرها با شلوارای رفت و آمد میکنن، لباساشون رو مثلا تو محیطای عمومی پهن میکنن، چادرها رو تو محله نامناسب برپا میکنن. این موارد واقعا یکم ناهنجاره برای تو بعضی از مناطق شمال کشور. ولی از طرفی هم خب یک منطقه کاملا پابلیک توریستی پابلیک هستش که
انواع اقشار مختلف مردم در اقصا نقاط شهر که در واقع یک محیط جغرافی متفاوتی داره به چشم توریستی به هر نقطه از شهر نگاه میکنه. من خودم اینو پرسیدم واقعیتش. من دیدم حتی درختان نارنج وسط بولوار و خیابون‌ها براشون جاذبه توریستی برای خیلیا در واقع، یا اینکه کوههای پوشیده از درخت که از داخل شهر یا از یک زاویه از شهر مشخصه، حتی اون زاویه خیلی جذابه براشون و ممکنه در واقع این ترافیک تو اون مناطق هم به وجود بیاد براشون و این مشکلات چیزی نیست که من نه به خود مردم توی شمال بتونم رد بدم یا در واقع به مسافرها. واقعیت هم اینه که اگر زیر ساخت مناسب، اقتصاد مناسب، شرایط اقتصادی مناسب برای عموم مردم به وجود می اومد، قطعا من فکر میکنم خیلی از مردم شاید تمایل داشتن در واقع بیان و از هتل ها استفاده کنن، چه میدونم از ساحل خصوصی یا پرایوت استفاده کنن، یا حتی هزینه کنن برای محیط های در واقع پرایوتی که اونجا هست و محیط خاص و بهتری برای خودشون بسازن و حتی برای رفت آمد داخل شهرشون حتی از سرویس های داخل شهری، از تاکسی های داخل شهری، از ماشین های داخل شهری استفاده کنن. خیلی در واقع این یک مبحث خیلی پیچیده‌ای هستش و واقعیت نه صحبت‌های ایشون و نه دلایلی که مردم میارن یعنی کامنت گذاشتن، هیچ کدوم به نظر من نمیتونه یک جواب صحیح و درست برای به نتیجه رسوندن این بحث ایجاد کنه. محسن طهماسبی میگه که رشته توییت بسیار طولانی حاوی اطلاعات فنی و کم اهمیت. خب خیلی طولانیه، نمیخونیم، ولی ببینیم تایتل چیه. دیشب شخصی به من اطلاع داد که یک کانال حدوداً 1,000,000 نفری احتمالاً در حال پخش فیلتر شکن و وی پی ان آلوده به بدافزاره. تصمیم گرفتم همون موقع بررسی کنم. اسکن های اتوماتیک هیچ نشانی از آلودگی نداشت. با این تصویری که گذاشته 21 تا توییت، احتمالا خیلی هم تخصصی داره مطرح میکنه. بعد بریم خلاصه نتیجه گیریش چی بوده. 20 اینجا میگه بعد از 6 ساعت آنالیز و 1 ساعت نوشتن در پایان نگاهی میندازیم به این خوشمزه بازی مدر آماتور داستان ما که یک پیام داره برای کسایی که اسکی میرن. اصلا هم کاری نداریم که عملا خودش چی کار میکنه. الفاظ بی‌ادبانه توش نوشته و میگه با قطعیت نمیشه با قطعیت گفت اون کانال امن بوده چون تمام اپ های اون کانال بررسی نشدن. گویا خیلی اپ گذاشته داخل این کانال و خیلی مواظب باشید در این موارد. مهندس مملکت میگه توی اتوبان خلیج فارس بودم حوالی ساعت 2:30 شب. یک ماشین با راننده آقا و خانومی که در ظاهر همسرش بود با بوق و چراغ فرعون گفتن شیشه رو بدن پایین. تا دادم پایین گفت چرخت وله، داره از جات در میره، سریع بکش کنار و مثل برق دور شد. اعتنا نکردم، یکم ترسیدم اما به مسیر خودم ادامه دادم. قبلا توی تایملاین این نوع در واقع سرقت ها رو بچه ها سناریوش رو لو داده بودن. ببینیم چی میشه. یکم سرعت رو کم کردم تا ببینم متوجه چیز غیر عادی میشم یا نه. فرمون رو ول کردم، حتی ذره ماشین به سمت چپ یا راست منحرف نمیشد. تو کمتر از 2 دقیقه ماشین بعدی اومد و همین روند تکرار شد. دیگه واقعا شک کرده بودم و ترسیده بودم. سرعتمو خیلی کم کردم، اومدم سمت گاردریل تا اگه مشکلی پیش اومد ماشین رو بگیرم به گاردریل رو متوقفش کنم. منتظر بودم اولین پارکینگ بکشم کنار برای چک کردن چرخها، اما گافشون اینجا مشخص شد که هر دو ماشین از سمت راننده به من هشدار دادن. ماشین سوم به فاصله 1 دقیقه از سمت شاگرد گفت چرخت کلن وله و اون هم با همون رفتار مشابه با سرعت برق دور شد. هم نگرانیم بیشتر شد هم شکم. با دلایل منطقی اینکه چرخ مشکلی داشته باشه رو رد کردم و گفتم که وایسم قطعا ماشین چهارم خفتم میکنه. اومدم تا اولین پمپ بنزین و از ماشین پیاده شدم. هیچ خبری از ایراد توی هیچ چرخی نبود. متصدی پمپ بنزین اومد جلو و ماجرا رو براش تعریف کردم و گفت چند شب پیش یک راننده دیگر رو با همین ترفند لخت کردن.
این رشته رو نوشتم تا بگم که اینقدر طبیعی رفتار کردن که به راحتی میشد فریبشون رو خورد و تو دامشون افتاد، مخصوصا اگه تنها باشه. یعنی فکر کنید چند تا ماشین میان برای ایجاد اطمینان و در واقع هر کدوم دارن اشاره میکنن، ولی ایشون دیده که ماشین سوم از سمت راننده شاگرد اومده، در حالی که بقیه از سمت راننده اومده بودن و اینجاست که شک میکنن. ماده 48 جواب میده ماشینی که چرخش ول باشه نمیتونه ادامه مسیر بده. مهدی عبدوس گفته که خلیج فارس به سمت تهران نصف شب برای من هم اتفاق افتاد. دنبال رانندگان تنها میگردن. به من با ظاهر اینکه مأمور امنیتی است گفت بزن کنار، منم اعتنا نکردم. به ظاهر گفته بود که مأمور امنیتیه. علی میگه خدا رو شکر که اتفاقی نیفتاده. جانریک میگه خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده. فردی میگه یکی از دوستان با 4 نفر دیگه تو جاده بودن که اونا تیره پوشیده بودن و خوابیده بودن و توی تاریکی خوب دیده نمی‌شدن. یه ماشین که توش 2 نفر بودن و خیال میکردن فقط دوست من تو ماشینه جلوشون پیچید، ولی از 5 نفر توی ماشین دوستم کتک مفصلی خوردن و تحویل پلیس داده شدن. اینا خودشون قایم کردن تو ماشین بعد گرفتنش. سامان و مریم نامقدس میگه که چند سال پیش که هنوز اونجا بودیم و منم رانندگی میکردم چند بار مشابه این برام اتفاق افتاد. یکی از راهکاراش اینه یه اسلحه اسباب بازی تو کنسول زیر آرنج راننده برای خودت بذارین. این یه راه حلی هستش که ممکنه خطرناک هم باشه حتی، و خب تهدید با سلاح فیک هم میتونه جرم باشه. شاوکان میگه، البته نمیگم که این راه حلی نیست ولی فقط دارم اشاره میکنم بهش. شاوکان میگه داداش دست کن از زیر صندلی چاقو شکاری و در بیا خدا. ماکیس میگه من هم یک بار تو همین اتوبان تنها بودم و تجربه مشابهی داشتم. وای. راپونزل میگه که چقدر حرفه‌ای عمل کردی. امیر کریس میگه دلم میخواد باید تفنگ کلا نسبت به این موارد بچه خیلی دارن اگزاجره پاسخ میدن، ولی این اگزاجره پاسخ دادن هم خیلی بهتر از این هستش که بعدها تا سالها با فوبیای همچین خفت شدنی مواجه بشیم.